اکن امت نزدیک شده 15 دقیقه پس فهمو گوش اکن امت جان همین کی رسیده درست خونه روید ینگه در خونه نه من کمتر کاری دیگه مونده است نه من حتما میام مالی هم کمتر کاری دیگه موندگی مالش با مالش Asal. Au, چه نغزه؟ میشه نغز خطون سوز تنج های کجا؟ نه پولش هم میبینیم و نه مولش هیچی؟ هوش یادش فقط با اوچه جانش بیزار شدم جدا هم شدیم ولی هم همون خیلی چی؟ با فکرم با همون اوچه جانش روان میکند ای کجا؟ پول گفتی تمام تلخش میکفد ها اوچه؟ همون تشتو بیاوردگی دو یگان تاثیرش نیست نمیدونم تاثیر نکرد همون را میگم یه بار پیش مومای شمسیه میرفتید میگن که تشتو بودشتای وای نغزه مایلش اوچه جان خیلی همین روز حتما همین مسئله رو بینید مایلش اوچه جان مایلش اوچه من انتظار میشم خیلی اوچه جان خیلی میدونی با آسمون است مونده شده دا؟ قدر بلان بوده است نامش گیر و گوشش کش این بلا باز از کجا پیدا شد با کجا اومدی نه از تو خلاص شدیم یگان کس نیست چی؟ در رو نمیکشه بهرام جان گفت که کیرین در خونه است یک بار دیگر تخت کن در کشه جمیله کلات کار ممکن خوابش بردگیست خیلی ممکن یک بار دیگر در رو زن بچی کشویم یا نه کشویم نمی کشویم نه از تو خلاص شدیم
و تو چی به مو خلل میرسونی؟ من نیستم. به فکرم کلین در خانه نیست. یک به بهرام جان زنگ زن. بازی خود. لبه کنیم بهرام جان شما در کجایی؟ اون در پوشیدرتون با فکرم در خونه کسی نیست. چه در خانه هیچ کس بود؟ گنگا در خانه بود؟ چیکار کنید؟ اکا نه حاضی بس حاضی من زنگ میزنم یک زنگ زنم کنیم مالش اکا نما حاضی کم تر تو خط کنید دوز من رسیده میویم مالک جون این تلفن شما میگیره مالک مالش خب باش کم تر صبر کنید بهرام جان چی گفت؟ بهرام جان گفت که منتظر شوید حاضر رسیده میام. این تر باشد بچه انتظار میشویم. کم تر دم گیرم. مالش این کلیم به کجا رفته باشد؟ بهرام جان او را از آمدن ما خبردار نکرده است. خیر انتظار میشویم. خاله جان لبک کلیتون در اونجا کار میکنن؟ نه بچه خونشین با فکرم خوشتومانم میوید گفته با بزرگ رفته است. بیگانی تشکیلی سم شما خوشتومانی خوشبختی بچه تشکیلی و وزنی نه؟ اینه بهرام جان اومد. اوه بچه جان آمدی سلام بچه جان آمدی سلام اکنی بچه بباشید کمی دیگه کردم هیچ گم نیست. اوه کلین در خانه نفست حاضر میبینیم بچه جان حاضر نفسیگر من کم تر کارم این روز زیادتر بود نه چه گفتی بچه هیچ گفتی مرحمت کنید بچه جان مرحمت اکنی بچه مرحمت بهرام جان من کار دارم. این سابوتیای کمپی رو بیرون من رفتم. خب این چخیل میشود هیچ گم بیدر اومد یک کنه چون میرفتی بکن روی سفید بچه خیلی خاله جان رحمت اکا جان مایلش سلامت باشید مایلش خب مرحمت باشید مرحمت بهرام کلین در خانه کن
چشم خالجان محسن سوزن سلامت سوز همه نفس خوب سلامت باشه خاله جان السلام جان این چگونه نماز است در این ساعت؟ خیر آرام شو مرد جان سحر بامداد خونده نتانستم برای هوا قضایی را خوندم هیچ گپ نکرد بر وقت خیستن نمازی بامداد رو خونی چیکار میکنن؟ روزی دراز خواب میروی اقلا تلفنت رو نمیبرداری مادر بیچارم در بیرون بهرام خاله جان دیگه سوز نست رحمت شینه خاله جان با حضور شینه شما از همه قشلاق سلامت. سلامت باشین قشلاق همه سوز همتی بود باشین خاله در جان اینجا نه عاقل هستم نه گاو نه مالکی مانده شوی من حاضر خاله روزی جان دراز خوابی بهرام جان بچه آروم شو بچه جون شد شما اشتن گیره تازه من مالش بچه بیمالال روش گذارک بگهی یقام خوروکی بومازه پزیان وای باشد که پزم با دو کартошка و دو پیاز خوراک با مزه پخته می شود ها اگر شود مرحمت پختن گیرید و تامین کنید پختنش تنی من مردک بسیار بد نکن زنک و دین روز خرید کرده بودم علکه تمام شدن و دو خلطه اووردگی چی می شود مگر نفس قپیده می شود ها نه می شود کنی گو خدا با شکر کودکامو کلان شدند ها اگر تو آچه جانی مرا در نظر داشته باشی از روزی آمدنش تا حاضر مزهش نیست بیچاره حتی اشتها ندارد عیب شده بهرام جان بازی نباشه جان سراسیمه شدم ناخونهایم را نگرفتم ای بیزار شده اگر یگان ناخونگیرت داشته باشی بیار ناخونهایم را به ترتیب درآورم هیچ گپ نیست بچه جان حاضر مالش عیب شده بچه جان انا این به شما توفه لازم نبود بچه در دیه دارم بچه جان این یک آهنک هست هیچ گپ نیست در کار میشه بچه جان اکنون آماده باشید خدا خواهد سحر بیمارخانه رفته باید از تشخیص گذارید آخر 10 بار گفتم اوچه جون بیایید از تشخیص گذارید انا میایم گفتید و شیشتی انا بعد به همین احوال گرفتار شده و پدرت رو با کی میموندم در خانه یگون کس نیست که وی رو نگاه بکنم رمضان هم نمیشد همین که تمام شد البته تبابت میگیرم ولش بچه بچه جان برای شخصی بیمار روزه خوردن ممکن هیچ گناه نداره اکنون بیماری رو بهانه کرده روزه نگیرم این عیب میشد بچه قریب تمام شد خیر یکم راه شما مصلحت میکنیم یکی شما پدرم رو هم باید میومردید خیر باید وی هم از تشخیص میگذاشت انا با پدرم میگویم که بیا پدر جون از تشخیص گذار نه من شهر نمیفورد چوی بینسون است آخر پدرت دقی نفس است باد و هوای شهر باشد بسیار وزنی خودت میدانی که باد و هوای دیه بسیار تازه است برای همین نمیفورد بیاید بهرام حاضر رو چه جان حاضر من اسم چی میگویی؟ نخونگیره کنی؟ کدام نخونگیره؟ نخونگیره که من کنی؟ چیه نخونگیره که تو؟ نخونگیره که در بالای آینه بود کنی؟ من از کجا میدارم یک نخونگیره گرفتن با مادرم بوده دادم تو برای چی به اجازت من مال شخصی من رو گرفته به هر کس میدی؟ چی؟ وای هر کس نیست وای مادری من است میفهمی مادری من و اون موری که تو میگویی یک آهنک است هیچ ارزش ندارد یک وای برای تو ارزش ندارد برای من باشد از نقره و طلا هم گران است فهمیدی
تحقیر نکن. بازی رفتن نوش رو خریدم میارم. با من نوش لازم نیست. چیزی که من خریدگی بودم رفته بیار. نوش رو با مادر جانکت خر تا که مال دیگران را صاحب نشود. تو هم مالدار شدی اکنون. بیعقل. بچه جان میدونه من کم طرف خطا کردم بچه جان. روز دیگه من باید انا همین نخونگیره که خوبترش رو به شما میدودم، لیکن من گرنگ بفهمی کرده نخونگیره که پسیفت رو به شما دادم. بچه جان لازم نیست، گفتم که در دیه دارم. بچه جان آخه این چه میشه و دل من آرام نمیگیرد. این رو به من دید، انا این رو گیرید. بچه جان آخه هر دوش رو گیر، من در دیه نه دارم. بچه جان در کار میشود بچه. اوزه بچه جان بسیار بفهمی کردم. بچه عجیبه. ما گیر مالت را نصیبت کنم. اوستا میشکنه به پول اومده است. بسیار گپ نزن زنه، بسیار گپ نزن. حالا با تو بعد گپ بزنم. برای چی بد؟ ها؟ برای چی بد؟ گپت باشد حاضر گپ زدن گیر؟ از چی میترسونی مرا؟ ها جوابم را دادنی. هی جوابم را دادنی باشی خودی حاضر جوابم داده. من بیزار شدم فهمیدی؟ بیزار شدم بیزار. که همین مادر جلاجینت به همین خانه می آید دیگر در این خانه ما روزی خوشحال نمیبینه. پس گپ زن. با زبان دراز شده است؟ حالا من جزای تو رو میدیم احمق. اوچه بفجو. بچه جان من همش رو شنیدم. من نمیخوام که از پشت من زندگی شما ویران شود. اگر دعای مادر رو گرفتن خواهی سعدی رو هم را نگیر. من که روم. خیر جانی اوچه. بچه جان این ماجرای ما با شما هیچ دخل ندارد. این مناسبت شخصی ما است. من جانی اوچه من روم. بچه جان خیر جانی اوچه. اوچه به کجا می روید اوچه جان؟ اوچه مالت رو گرفتی؟ من مالی مادرم هستم. پناهت بر خدا.
من بزار شدم فهمیدی؟ بزار شدم بزار که همین مادر جلاجینت به همین خانه میآید دیگر در این خانه ما روزی خوشحال نمیبینه. کوچه جان بچه کوچه چرا اومدی؟ مرا به حالم گذار رو از پس زندگیت شد. کوچه جان من شما را تنها گذاشتن نمیتوانم کوچه. بچم به نزدی زن و فرزندت رو غمی مرا نخور. مرا خدا تنها نمیگذارد. شما خوشبخت شوید شد. کوچه جان من با این زن خوشبخت شدن نمیتوانم. من دیگر با این زن زندگی نمیکنم کوچه. این طور نگوی بچم. فکری فرزندانت را کن. آینده اونها چی میشودن؟ کوچه جان خودتون دیده ایستاده اید کو او با ما چی ها میکند. من هر روز با او میفهمونم لیکن نمیفهمد کوچه. کوچه جان عصبهایم مونده شده است. من باید کمی دم گیرم. میفهمم بچه جان. لیکن وعده ده که باز به نزد زن و فرزندت برمیگردی. کوچه جان من فکر میکنم کوچه. من فکر میکنم کوچه جان. کوچه جان شما بهترین مادرید کوچه. این طور باشد مرا به خانه خالت برمیش. مالش کوچه جان رفتم. کوچه جان رفتیم کوچه. بیا کوچه جان. کوچه جان کوچه جان من صدقه. جو اینقدر تلفنتون بند. الو اوچه چی با اینقدر تلفنتون زنید؟ چی خیلی چی گپ؟ از این زیاد دیده دیگر گپ و کار میشود. من در اینجا در عذاب شما با کیم کی لقلق کرده شدیم. ای اوچه من در اینجا صاحب دارم یا نه؟ آخر این جلوجین عجوزه آمده همه را شورانده بر اومده رفت. ای خودش رفت مایلش نابودش خدا رفته نشود و آمده نشنه. آخر بهرام هم از قفاش بر اومده رفت. چه کجا اوچه؟ رفت خانه همه عجوزه رفت. شما را گفته بودم نزد مامای شمسیه روید رفته بودید. کاری مرا حل کردید اوچه؟ خوب مایلش انتظار می شوم. باید کاری کنم که بهرام اومد خونه اوچهش رو فراموش کند. با کدام روی به نزد این زن روم؟ نه من نباید به نزد او روم. آخه با مادرم وعده دادم که به خانم میروم. چیکار کنم؟ ای خدا. نه نمیروم.
بچه ها خوبم تینجی کدوم نعمت ها نعمت تاکسی است همش روی کرده گفتن که روز به خونه بیارد خوب بچه جان ها همین که رسید من زنگ میزنم خیر سلام علیکم. برادر شما را سردختور اینستادر است. اینجاست؟ روید همش رو میفهمم. بله شما خوشی. بله سلام علیکم. شما با بیمار کی میشوید؟ من پسرش. برادر نتیجه تشخیص مادر شما برآمد. فقط همینش رو به شما گفتنی هستم که نتیجه تشخیص مادر شما بیماری قند است. این حال قند خون مادر شما بلند شده است. در این صورت ما حتما مادر شما بستری کردن لازم است. دکتر جان بخیر است. بله بخیر است. خاطر نشوید. هنگامی که توبتشان رو پورا گرفتن حالت مادرتان خوب می شود انشاءالله. السلام علیکم اکا بیاین اکا جان گذره مرحوم ای مولاد یک هفته گذشته خونه رو خالی نمیکنین شوهرتون رو چند بار زنگ میزنم تلفن رو جواب نمیده. اکا جان ببخشید شوهرم کم ترک پرابلم دارد بیاید ما حتما خونه رو خالی میکنیم. من دیگر با شما وقت سلمان ندارم. خونه رو خالی کنید تا پگاه تمام. آخر در یک روز ما چه خونه میابیم اکا؟ اینش پرابلم شماست. خودی پگاه خونه رو خالی کنید تمام. الو بهرام جان لبا یک من در کجایی؟ در بیمارخانه. در بیمارخانه؟ فینجی است؟ مادرم را از تشخیص گذراندن. موافقی گفته دکترها باید بستری کرده شود. در کدام بیمارخانه ای؟ فهمو بهرام جان. حوزی کم تفرس به نظرتون میگم. مالش فهمو بیایید مالش. خب خود اینم تلفن رو نمیبردارد هیچ گپ نی زنگ زدن میگیرم. صاحب خونه لعنتی هم باید وقتی اومد که ای آخر بردار بچه جان نمیشه. هیزم میزند. برای چی نمیبرداری؟ بچه جان یک آدم بیکار است. او بیکار باشد برای چی زن میزند؟ بچه جان اون من یک آدم نادرکار. کلی زن میزند؟ برای چی نمیبرداری؟ او بردار بچه جان. گپ زن همراهش. بچم از پس زندگیت شد. و تقدیر تن دادن در کار. زندگی چنان گردش هایی دارد که خواه نخواه انسان را تغییر میدهد.
فکر میکنم که یک روز نه یک روز عقلش به کار میدراید. وظیفه تو بچم آباد کردن آیلت، نه اینکه ویران کردن. رب از پس زندگیت شد. السلام علیکم. سلام علیکم. سازی سازی فلان خوبه. نیمه جایی توی نشناختی. او با گفتی مردم ده نعمت تاکسی. گوش کنید خواهد. انا این میوه رو خودم خریدم. تشکر. انا اینش رو خوشتامنی بهرام برای کلین روان کرد. گرید. ای بهرام جون، ای بهرام جون. خیلی بهرام جون گفت زن. دکترها چی گفتن؟ راستی دکترها گفتن که خوش. پایهایش کمی نمک گرفته است. و خونکی. هیچ گپ نبود از کو. برای همین زیق شده خودم. انشالله خدا خواست ساز میشه دو. با نعمتی تاکسی سرایت رو نبراریم زن غیر کنه بخشنا ببرم. زنده باشه دکا جون، زنده باشه. ای خاله جان، بهرام جان من کمتر کار دارم جورا میروم. خیلی میدونی تاکسی ده. هزار آمده کجا. خاله جان یک دعاتی. مالش بچه جان. الها برکه یابی بچم. 100 ساله شوی. کم و غمی را نبینی. خدایا مددگار و غمخوار و نگهبانت باشه. آمین. الله اکبر. تشکر زیاد خاله جان. مالش بهرام جان، مالش خوب. مالش خاله جان. خدا نگهدار. مالش. مالش. خب مالش. مالش. اکای نمازم دیدی و چه؟ بوارگ نه انسانی عجیب است. ای بهرام آخر تو کیا میگریزی؟ دویدن бусола то каҳдо ресмоне ки ману очаҷонака дар гарданат овехте аз хати кашидаи мо берун баромада наметавонӣ. лабай оча не ҳоло наомадааст. оча шумо гуфтед ки рост ба хона биёрад. охир то ҳамин чӣ набояд мерасид. худа хамоша тед ман як бор худам занг занам. майлаш хоб оча. алло, салом алейкум. акай неъмат, ман ҷамила зани баҳром. акаҷон очам ба дасти шумо як чиз равон кардагӣ буд. шумо куҷо барасидед? من در شهر янга ҷон вай халтаи модарат равон кардагиро ман дар дасти баҳром додам. чӣ? охир ӯро бояд рост ба хона меовардед акаҷон? майлаш. зана девонае чия? алло, оча? оча, шумо чӣ кор кардед? ҳамаи нақшаҳоямро барбод додед оча. охир ман ба шумо 100 бор такрор ба такрор гуфтам ки халтаро гирад рост ба хона биёрад.
شما چیکار کردید اوچا؟ چیکار کرده شما؟ اکنون من چیکار میکنم اوچا؟ نه خود یک گپ من به شما 10 بار تکرار کنم. حاضر اگر بهرام خالته را کشودگی باشه چی؟ خای بیایید سلام برادر. انا این دارو خواهد تو پگاه یک گیلاش کرده این دارو را ریخته بود. مالش خب سلام باش. ندارم مالش بچه جان من رفته داروهایتان رو بیارم. مالش بچه جان مالش بچه جان خب زیر نشوید شما خب بچه جان سلام علیکم برادر همین داروها رو حساب کنید. $1260 تومان شود. 1260 تومان؟ بله. ببخش برادر پولم کمتر. عذر زیاد. دیگر علاج نیست. مجبورم به خونه روم. خدا جان بهرام خطر رو گفته باشد تشت برو دیده باشد یا نه خدا جان ندیده باشد ندیده باشد تلفنش رو هم نمیبردارد چیکار کنم نه بهرام خیلی خصلت ندارد خدا جان بهرام باشد خدا جان الو اوچا بهرام اومد نه با فکرم خاطر رو نگفته است دیده باشد ندیده باشد قواقاش گیروندگی گپ نمیزند نمیدونم آخر اوچا اگر دیده باشد تمام با فکرم مرا از خونه پیش میکند اوچا مایل شوچه جان بعد زنگت میزنم خیر برای پولهایم اومدم راه پولهایم رو گفته بیار خیرت که یکون گپم رو نفهمید اگر میفهمید به فکرم تمام
برای چی پول ها کمم؟ من از کجا میدونم؟ چی خیلی از کجا میدونی؟ در اینجا 2000 سومان بود 500 سومش کنی؟ من نمیدونم. در این خانه بغیر از تو دیگر کسی نیست. کجا میشود؟ ها تو گفتنی که پولها رو من دزدیدم؟ ها؟ یعنی من دزدم؟ من از خانه خودم دزدی میکنم؟ اگر من گرفته باشم زهری تنم شود، دستام خشک شود، فهمیدی؟ من بغیر از خراجات خانه هر روز به تو چند پولی میدادم؟ 100 سومونی؟ 100 سومونی؟ اگر 100 سومونی داده باشم در 20 روز چند سو میشود؟ 1,500. چی که 1,500؟ 2000 سومان میشود. 500 سومش کنی؟ کنی 500 سومه؟ ای جمیله قدر استعدادی خوب داری، مثل تو اکتریسه نه در تئاتر نه در کینو. به خدا که استعداد مادرزاده داری جمیله جان. استا برای چی یک و یک باره به سر پولوش اومد؟ نه تاکی کوسه نیم کوسه جمیله کالا رو کار فرمودن در کار. پو چیکار کنم؟ از کجا پول پیدا کنم؟ ای خدا جان، یگانه کمک کنندم تنها تویی. کمکم کن. بهرام جان، آخه یک بار خوب فکر کنید. شاید خودتون گرفته برای یگان چیز صرف کردید و در خاطرتون نمونده است. به خدا بهرام من یگان دیرمش رو نگرفته. آخر میدانی که من به اجازه تو یگان پولت رو نمیگیرم. این روز صاحب خانه آمده بود. تو پگاه خانه را خالی کنید گفت. یگان خانه اجاره یافته؟ من نمیدونم از پشت کارم شوم، از پشت خانه شوم یا مادرم رو تبابت کنم. چی کار کردنم رو نمیدونم. دو پول لعنتی رو پنهان کردم که در یک روزی پستی استفاده برم. همون هم نیمش نیست. نمیدونم با کجا صرف کردی. گوش کن بهرام، من باز تکرار میکنم، من یگان دیرمت رو نگرفتم و تو حق نداری من رو تهمت کنی. آخر همون پول لعنتی رو برای یک روزی پستی پنهان کردم. اکنون مادرم بابا چی تبابت کنم؟ با کجا؟ آخر بهرام جان، من خانه رو چیکار کنم؟ صاحب خانه گفت که تو بابا خانه رو خالی کنی. آزیر برای من سلامتی مادرم ضرور است. میفهمی؟ سلامتی مادرم. چی؟ ما دیگر ضرور برای تو نیستیم. آخر میدونم مادر است. با من چیکار کنم؟ آخر فکر ما رو هم کردن در کار. چیکار میکنی کردن گیر؟ بهرام
алло, уча ҷон, дашто бориштаро чӣ истифода бара? ҳа не, баромада рафт. не, хайрат ки халтарам накуфтаст уча. барои ҳамон ду пули вай омад, 1-2 сӯми ҷогаи дошкоҳ ҳамонро гирифта рафт. май куҷо медонам, уча пурсидам, ҳечи нагуфт. ба фикрам барои ҳамон ҷалоҷини учаш дорухарӣ рафт, чӣ бало? ҳа, дар беморхона хоб аст. ҳа, ба фикрам мурдестай, чӣ бало? худоҷон, тез мурад халос шавам. монед ин гапура учаҷон. уча як бор дигар фаҳмонед. аҳа, хай фаҳмо учаҷон. вай дар учаи мушкилкушоам садқа шавам. учаҷона ки ман дӯстатон медорам уча. майлаш учаҷон, чизе ки нафаҳмидам боз зангтон мезанам. хуб уча, фақат телефонтона бардоред. майлаш учаҷон, хай. سلام جمشید جان، خیلی خوب هستی؟ شکر میشه. شکر. جمشید جان، یک کمتر مشکلی دارم، 1-2 هزار سامان در کار. نه چه که یک ماه کمتر کمک کن جورا جان. نداری؟ نه مالش هیچ گپ ندارد. چی جوی عیب است؟ نه جوی خفگی ندارد مالش. خب سلام علیشه جان. خیلی خوب، سلامتی خوب. زنگ زدم نبرداشتی. وقت نداشتم پیشم دادم بعد نادیدم گفتم زنگ بزنم که خدمت تینجی به تینجی روسیه 1-2 هزار سامان یک ماه قرض در کار شده است. اونجا وقتا تمامی سودا ولی خودش سیستم سمی سودا بار واردسیم کمتر از اقلا 1000 سامان دادن نمیتونم. نمیتونم وقتی به خفگی جوی. نه هیچ جوی خفگی ندارم.
مالش ماش زنگ زده ایست. ماش سلام سربان جون، خوب هستی؟ تینجی اگر وقت می داشتید از نزدیک می دیدم یک صحبت می کردیم. در کجا؟ فهمو باز این می رویم مالش. سلام سلام هیچ گم نیست سلمان جان. سلمان جان کار خوب، پدر و مادر همه خوب، خدا خوب باشند. راستی ما از دست آنها نان نمک زیاد خوردیم. راستی گفت سلمان جان با اون خاطر به نظرت آمدم که 1-2 سامانی در کار شده است قرض. اگر امکانیتت می بود قرض 1-2 هزار می دادی. بهرام جان راستی گپ من قطر پول ندارم. اگر می داشتم قرض برایت هم تو می دادم. حاضر تجارت هم اقا خوبم نیست. 1-2 سوم کار میکنیم برای خانه و روزگار. باز میدونی که همه چیز گرون شدگی. میفهمم سلمان، همش رو میفهمم. خب من وقتم کمتر، باید خودی همین روز پول یابم. وقتم کم باشیش. خب مالش سلمان جان. امروز چه روز بود که همه پول میپرسد. میگفته باشی من یگان بانک داشته باشم. در واقعیت نگفتن که به دست میدهی و پا میدوی. من دیگر با این زن زندگی نمیکنم. موچه این طور نگوی بچه. فکری فرزندانت را کن. آینده اونها چی میشودن؟ نتیجه تشخیص مادرش بیماری قند است. 1260 سوم میشود. این گوستای خانه آمده بود. تو پگاه خانه را خالی کنی گفت. سلام علیم جون، خوب هستی؟ شکر میشه. یک چی پرسم؟
یک خانه خالی داشتی کو همون حالی هم هست نه درستی که ما رو از اجاره همون خیزانده استودن تو پگاه مهلت دادن ها اگر امکانیت می بود در همون خانه ما رو موقتا جا میکردی رحمت کلام مالش هزار رحمت خدا رو شکر چیز چورات رو جمع کن از اینجا می رویم با کجا؟ با جای دیگر خونه دیگر گفتم من با صاحب خونه زنگ زده گفتم که یک دو روز مهلت ده اون کس گفت خانه رو فورا خالی کنید برای همین من دیگر خونه گفتم و با آنجا می رویم آخر اینقدر چیز رو چخیل میبریم حقلا یک ماشین بیار ما در این خانه چی داریم بغیر از سر و لباس راه در خلطه ها گیر می رویم حاضر من با صاحب خونه زنگ میزنم اومده خانهش رو قبول کند وای خونه میافتگی در کجاست هیچ نکی برسه این راه گرد کمی دیگر من میرسیم موزی آخر همینه نمیشد که با ماشین میرفتیم پوچه های کار مون چی روزی سیاه هسته نه خود یک زنی روزدار رو همین خیلی پیاده در کوچه گردانیده نمیشد دهانم نکو دهانم نکو همه انا همین از پشتی بفهمیت از پشتی به اندیشگیت ها من چیکار کردم ها چیکار کردم کنی گپ زن برای که مال خودم را صاحب شدم مرا گناهکار حساب میکنی تو رو حیاتت دروغ است فهمیدی حیاتت دروغ است تو یک بازینگری مکاری من چی بازینگری کردم کنی گپ زن چی بازینگری کردم آیا نکشادری در این خانه برای مادر جانم و نمازخانی ساختکارانت بازی نبود نه بازی نبود نماز را با کرته پیش بر محکم و آستین دراز میخوانند و در وقتش میخوانند من نفهمیدم تو اون من چی مقصد داری چی میخواهی ای چی میخواهی چی خیلی نماز میخونی که یگان قاعده نماز رو رعایت نمیکنی شما چی رعایت میکنید مگر زنی روزدار رو در کوچه گشنه و تشنه گردانده باز گپ میزنید و بیزور و کوچه کنده خندیده است آخر من مانده شدم دیگر راه گشته نمیتوانم مردم ای گشنگیره اقلا یگون چیز بیاد من بخورم من دیگر هیچ جا نمیرم من مانده شدم چی بودی سیاه بود نخواهد مرده که خواهد یک ماشین یافته نتواند وزیر نیست من میام مهدیر خور روزدار من نانی خوک نمیخورم نخواه آدم روزدار آب و نانی خوک تیان در مغازه بغیر از نان و آب دیگر یگان چیز نبود شکر گفته همینش رو خور این مقدار پولی که من در جیبم دارم حتی به داروهای مادرم نمیرسه ایکنان کنم گفتم مرا هم کسلی کردنی چی؟ شکر گفته خور بسیار در عصبهایم نرست تنها شما عصب دارید دیگر ها عصب ندارن بسیار گم نزن رفتیم جاگه اون راه گرد
روگا چقدر راه دیگر مونده است؟ روگا دانا رسیدیم. آنا چی بینو است؟ خیلی چی بینو است؟ اینجا خوابگاه است. در اینجا آدمان زندگی میکنن. من هم آدمم، لیکن در اینجا زندگی نمیکنم. تو چی شاک و دوم زیادی داری؟ یا رفتیم در اینجا موقتا زندگی میکنیم. من گفتم و باز تکرار میکنم، من قدمم رو به اینجا نمیگذارم. رفتیم گفتم ای این قدر مهمبازی نکن. پیش درو. من مادرم رو در بیمارخانه تنها گذاشته اومدم. باید داروهایش رو خریده برم. تو باشی ناز و بازار کرده استادایی. هیچ گپ نه. مادر در بیمارخانه جاش گرم کرد. دخترها نگاه بینش میکنه. ای وای بر حال من که در کوچه سرسام و سرگردان کجا رفتم رو نمیدونم. بسیار نجک. تو چی در نزد مردم رو شرمنده کردنی؟ بسیار نجک. پیش درو. من گفتم و باز تکرار میکنم که قدمم رو به اینجا نمیگذارم. رو یگاه خونه حلال یا حالا ایستا. الو نه بچه جان، این شما؟ بچه جان بخشش که دیر کردم. نه کمتر در جای کارم یک مشکلی شده است. ها بچه جان همونه برطرف کنم میایم. بچه جان نه رفتم. کلینتون خوراکی گرم پخته بود. گفت گرفته برم. راستگه از پشت همین کارهای لعنتی هم بوده نتوانستم. نه بچه جان شما تشویش نکشید. بچه جان من همین کارم یک طرفه کنم رسیده میایم. مالش بچه جان مالش. خواه مادرم خواستر شده است. بیا یک بار همین خانه رو از نزدیک ببینیم. یکی معقول می شود. بیرون چگونه درون نمونه. من نمیروم و رفتنی هم نیستم. اگر بسیار معقولت باشد رفت یگان نازنی را گرفته بیا زندگی کردن گیر. من میروم. ایستا با کجا؟ ایستا. تو که خانه حلال نیابی مجبورم که خودم رفته کوبم. ایستا گفتم از دستی تو به همه بلا گرفتار میشم. تو حیاتم رو برباد دادی. تو چی حیات من رو برباد ندادی؟ همین بدبختی ها رو به سرم آوردی و باز من رو گناهگار میکنی. همین تو نبودی؟ از پسم کنه بری چسبیدی و عاشقم گفته بیزارم میکردی. راست میگویی. عاشق کور است. غیر از حسن و جمال دیگر پهلوهای آدم را نمیبیند. از همین است که اکثر عاشقان سرسان و سرگردانند. آن عشقی که من پرورش میکردم با سرمای سردی مناسبت در کنج دلم یخ بست. چی گویم که نگفتنم بهتر است. تو در همین جاییست. حاضر من میایم. در همین جاییست. الو سلام علیکم برادر جون وقتتون باشد یک از نزدیک صحبت میکردیم. نه این گپی تلفنی نیست. باید از نزدیک صحبت کنیم. خب مالش حاضر میایم. خیر باید جک برادر انتظار میشوله 5 دقیقه پس میام. مایل خیر بعد زنگ میزنم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستی برادر؟ تنجی هستی؟ کن یکی بهرام گپ زن. تنجی باشد گفتی از نزدیک گپ زدم در کار. میدونید چی ما کمی سر و سیمگی کردیم. ما باید خونه رو پگاه آزاد میکردیم لیکن کمی سر و سیمگی کرده بر وقتتر برآمدیم. حاضر در کوچه ماندیم. جای خواب نداریم. اگر علاجش باشد تا پگاه ما رو در خونه اتون جا میکردید. او تو دغدغه کده گفتی که بیا خانه رو قبول کن ما خانه نو یافتیم. چی شد خانه یافته که بیانگه معقول نشد چی؟ معقول شده راهش کمی دورتر بوده است. برای همین گفتیم که تا پگاه
شب رو روز کنیم. نه نمیشود. من خانه رو در فروش موندم و زیر یک نفر باید بیاید برای خریدن. برادر جان آخر خانه خر یک بار شب و شب نمیاید که. خیلی مالش اگر اوید هم ما در بیرون منتظر میشیم رفته خانه رو بیند بعد ما میدرویم. التماس برادر نگوید. بسیار مشکلی دارم برادر جان. آخر این چه خیلی میشود در نیمه شب من از کجا خانه میابم؟ برادر در این سال و زمان همه مشکلی دارد. همه یگان انسان به مشکلی نمی شود. برای همین بیان نه وقتی من رو گیر نه وقتی خودت رو رفته یگان خانه دیگر کو. برادر جان التماس خواهش میکنم نگوید. آخر زنم در کوچه مانده است. من نمیدونم چیکار کنم. نه گفتم کن نمی شود. رو سری من رو بسیار گرنگ نکن. برادر التماس نخود تو نفهمیل برادر جان.